سلام درود فراوان، حالتون چطوره؟ از تهران به سمت خوی حرکت کردم و در حال حاضر در ترمینال خوی هستم. اینجا هزینه ون 600 تومن هستش که تا لب مرز رازی میبره و از اونجا وقتی که مرز رو رد کنیم به سمت وان حرکت میکنیم. خب رسیدیم به مرز رازی و اینجا پاسپورت‌ها رو چک می‌کنن و بعدش رد میشیم. دوباره ون میاد دنبالمون و میبرتمون مستقیم وان. خاک ایران رو رد کردیم و رسیدیم به خاک ترکیه. اینجا باید سوار ون یا تاکسی بشیم، یه 2 ساعتی تا وان هستش. یکم طبیعت مسیر به وان رو داشته باشیم. اینجا آب داره، بعد میرن اینجا پر میکنه. خورشید خوشگله هم رفته این پشت. ایشون هم آقای رانندمون هستن. رسیدیم به اسکله ادریمیت و اینجا کشتی‌های تفریحی داره. حالا داخل کشتی‌هاش دیجی داره، برنامه‌های متنوع کف‌بازی و چیزهای مختلف داره که سرگرم میکنن دیگه. ولی کلا بهتون بگم که وان انگار تو ایرانی، همه ایرانی و کاملا هم ترک‌ها به زبان ایرانی مسلطن. وان دیدن کنیم. انقدر یعنی تاکسیاش خسیس، وناش خسیس، به خاطر پول بنزین هیچ کدومشون پول روشن نمی کنن. غذای ترکی ایران نیست ولی همه چیز ایرانی موجوده و بیشتر مغازه حتی دستگاه کارتخونه ایرانی هم دارن. شما یعنی در وان تا 6 کار میکنه فقط ایرانی میبینید. که
میبینید و ضرب در 2 بکنید میشه قیمت‌های غذای ترکیه. و راجع به هتلم بخوام بهتون بگم از شبی 2 میلیون شروع میشه به بالا. البته هتلی که شبی 2 میلیونه پنکه داره، پنکه هم شاید نداشته باشه. اینجا خیلی به شدت اصلا کولر مولر اینا به خاطر هزینه هاشون زیاد استفاده نمی‌کنم، ولی هتل‌های 4 ستاره و 5 ستارهش مثلا داگ استریت داره، خنکه و به این صورت. اینجا اسمش وان مال هستش و همه چیز داره. خیلی ها از ایران میان اینجا خرید میکنن میبرن ایران بفروشن. نه من عشق این صدقه باشه میام الان هم نیم عالی خوشمزه برید. یه توضیح دیگه ای هم که بدم، اینجا ایرانی ها وقتی میان 3 باکس سیگار میخرن میارن و میتونن اینجا 2 برابر به این سیگار فروشی ها بفروشن. یعنی من 3 باکس خریدم، یه چیزی هول و هوشه بهتون بگم 1,200 مثلا سود کردم. یه با هزینه های سفر در بیادش دیگه. خوشمان آمد از اینجا. بریم داخل ببینیم چه خبره. Dışarıda şu an bekleyen de var, boş da yok. Bir de buraları bekleyen. Yani bir buçuk saat hesap. اینجا از هتل من فوق‌العاده هتل خوب